ما از همه شما تمامی مسلمان های انشاءالله خدا در روی دنیا که قوت داده سودیان ما منت داریم و در آخر گفته نیستیم که الله سبحانه و تعالی هر یک شما در تحصیلاتی خاطر جمعی و در خاندان شما فیض و برکات و در کسب و کار شما خداوند انشاءالله فیض و برکات و هم در سفرهای هستی که خداوند سفرهای بابرات در کارهای خوب انشاءالله در کارهای شما الله سبحانه و تعالی خدا خود برکات در کارهای شما فیض و برکات خداوند الله سبحانه و تعالی خدا سزا بدهد شما را خداوند سبحانه و تعالی یعنی بایترین انشاءالله خدا خود روی دنیا شدن را الله سبحانه و تعالی مناسب بیند. همیشه شاد همیشه خورم و در کجای باشین در امان الهی باشین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. صحبت هم بوده ایشم نخشید خواهد انشاءالله منم مردها از سین 12 سالگی انشاءالله در گردن امام شما یعنی 5 رکن اسلام چشیدگی از فرسیدگی از تا دم مردن انشاءالله خدا خواهد ادامه میدیم و دخترها باشد از سین 9 انشاءالله خدا خواهد ادامه میدیم الحمدلله. و این چنین عبادت مالی این چی از قربانی کردن است عزیزان من. البته انشاءالله عبادتی که جانی هم که بجان دل داریم عبادت مالی هم انشاءالله با واسطه مال هم ما شما با الله سبحانه و تعالی انشاءالله نزدیک بشیم. چونکه الله سبحانه و تعالی البته خدا خواهد ما شما را در یک سال انشاءالله باید میسنجد. سنجشی عبادت خدا خواهد مالی آیا ما شما قربت داریم که برای اول یک گوسفند یک مال انشاءالله خدا خواهد قربانی کردن قربت داریم نداریم سنجشی الله سبحانه و تعالی این واجبات است. واجب اسلام است نزد امام اعظم رحمت الله علیه قربانی کردن انشاءالله واجب است. البته خدا خواهد انشاءالله این قربانی انشاءالله خدا خواهد بجا بکنیم. من چند حدیث خدا خواهد در مورد میگم. و عن علی رضی الله عنه من خرج من بیته الى شراء الاضحیه کان له بكل خطوة 10 حسنات. این حدیث حضرت علی رضی الله تعالی عنه که اسدالله شیر خدا دامادی پیغمبر بزرگوار پیغمبر نازنین محمد صلی الله علیه و سلم بیان میکند. گفتند حضرت علی کسی که خارج شود از خانه‌اش براید و سوی چی خدا خواهد یعنی بازار برای خریدن چی انشاءالله یک مال درای خدا سبحانه و تعالی قربانی کردن گفتن یعنی برایت در هر یک قدم او الله سبحانه و تعالی 10 نیکی انشاءالله خدا خواهد در نامه اعمالش کتابت میکند. یک قدمی که میمونی 10 نیکی انشاءالله خدا خواهد در نامه اعمال شما کتابت میشود. و محو عنه 10 سیئات و محو یعنی نیست میشود از همون بنده یعنی 10 انشاءالله خدا خواهد یعنی بعدی باشه. طرف پای راست که میمونی انشاءالله برای خریدن همون گوسفند در یک پای راست 10 نیکی در نامه اعمال نوشته میشود و بر پای چپ که انشاءالله خدا خواهد میمونیم انشاءالله 10 گناه ما شما را خدا خواهد خطاها و کمبودی های ما شما را الله سبحانه و تعالی انشاءالله محو میکنه. ببینید درجه ما شما گوسفند نخریدیم فقط بنیتی اگر بازار ما شما ممکن 1 کیلومتر است ممکن 500 متر است ممکن 5 کیلومتر است ممکن 10 کیلومتر است اکنون حساب کنید چقدر انشاءالله نیکی ثواب در نامه اعمال ما شما انشاءالله نوشته میشد عزیزان من. ببینید و رفع له 10 درجات الله سبحانه و تعالی 10 درجه شما را خدا خواهد هر یک قدم بلند میکند انشاءالله. این درجه ها بلندیش است انشاءالله خدا خواهد جنت است الله سبحانه و تعالی در جنت انشاءالله چکار میکند انشاءالله درجه شما را خدا خواهد انشاءالله جایهای شما قصرها خدا خواهد انشاءالله در این جویها در این میوه ها دخترها و هاکذا درجتون الله سبحانه و تعالی انشاءالله در جنت چکار میکند خدا خواهد انشاءالله بلند میکند عزیزان من. و اذا تکلم فی شراء کان کلامه تسبیحا حضرت علی گفتند اگر در وقت سودا یک گوسفند سودا میکنه برای قربانی کردن هر گپی که میزند
بجای سبحان الله الحمدلله الله اکبر الله قبول میکنه. نبینید گفتی زندگی تو برای چی؟ وقتی که تلاش میکنن برای یک مول گرفته قربانی کردن، همون سخنی که در همین میگن بجای سبحان الله الحمدلله الله اکبر الله سبحانه و تعالی قبول میکنن. یعنی ببینید درجه اخلاق ان شاء الله. و اذا نقد ثمنها كان له بدرهم 700 حسنه. وقتی که نقد کند پولش و اخلاقات 2 میلیون و یا 5 میلیون یا یکی 6 میلیون یا 7 میلیون انشاءالله و هر یک انشاءالله خدا خط تنگشنه 700 انشاءالله سبحانه و تعالی 700 انشاءالله خدا خط حسنه در نامه اعمال شما می‌نویسه. ببینید عزیزان من، از این بخت است وقتی شما در بازار برای خدا خواهد یک مال قربانی که انشاءالله خدا خواهد سوگندها کنید الحمدلله 700 حسنه نیکی در نامه اعمال شما می‌نویسه. و اذا ترحم علی الارض یرید ذبحها استغفر له كل خلق من موضعها الى ارض السابعه. حضرت علی کرم الله وجهه وقتی که گوسفند قربانی خواب کنند در زمین میپرتایش. ببینید روی این گوسفند قربانی عزیزان من طرفی باید که قبله باشد. وقتی که انشاءالله ذبح کردن روی گوسفند قربانی طرف قبله میشود. وقتی که خواب میکنند برای کشتن تیاری میبیند عزیزان من، هر یک مخلوقی که الله سبحانه و تعالی خلق کرده تا زمین هفتم به نام شما یعنی استغفار طلب میکنی پروردگارا همین بنده تا گناهش مغفرت که برای رضای خودت یک مال شدریک بدونش. ببین استغفار طلب میکنی همین برای شما عزیزان من. ببینید میدانی چقدر مغفرت 18,000 عالم است. این 18,000 عالم چکار میکند؟ الحمدلله برای شما طلب استغفار میکند عزیزان من. بین از این انشاءالله خدا خلق وقت. و اذا اخرق دمها خلق الله بكل قطرة من دمها 10 من الملائكة يستغفرون له الى يوم القيامة. وقتی شما خدا خواهد چکار میکنین سری همون گوسفند برای رضای الله سبحانه و تعالی انشاءالله چکار میکنین میبرین. هر یک خطره که ممکنه خدا خواهد انشاءالله 4 لیتر خون دارد 5 لیتر خون دارد، هر یک قطرهش الله 10 فرشته را خدا خواهد آفریده است تا روز قیامت برای صاحب قربانی کنندش چی؟ طلب مغفرت می‌رسید است. پروردگارا همین بنده گناهاش مغفرت کن. ببین عزیزان من، از این بخت است، از این انشاءالله خدا خواهد با درجه باشون میگیم ثواب میگیریم. ثواب خدا خواهد در پیش است. لیکن ما شما میترسیم، ما نمیکنیم، ما شما میترسیم. یک گوسفند اگر خدا خواهد انشاءالله برای رضای خدا انشاءالله بتیاد 1 میلیون 1 میلیون مثال خدا خواهد گوسفند پول میتیاد، لیکن برای مخلوق نمیترسیم. ما در جوله جلوجوی اگر از در خدا خواهد شهری دور بیاید اول پیشگی گوسفند برای مخلوق تیار میکنیم، میگوید مهمان است. خیلی مهمان با حرمتش گرفتیم. میگیم ما امروز برای کی میکنیم؟ برای الله سبحانه و تعالی. و سنت پدر ملت ابراهیم خلیل انشاءالله که فرزندش اسماعیل قربانی کردن همون ثواب و ما شما مایل نشیم عزیزان من. این عزیزان من. و اذا قسم لحمها كان له بكل لقمة مثل عتق رقبة من ولد اسماعیل علیه السلام. اگر گوش میگه پخته خورد، هر یک لقمه که میخورد در هر یک لقمه یک انشاءالله فرزند اسماعیل دقیق الله آزاد کردی یک کل ثواب شه الله سبحانه و تعالی برای ما شما میده. چه درجه دارد؟ چه مکافات دارد انشاءالله خدا خواهد. شما مالهای کلون 7 کس کنین خدا خواهد. مالی کلون بغیر از بود و گوسفند گاو شطور از 1 کس تا 7 کس است. جدا غلطه 10 میلیون شما نمیگه تجیز. این 10 میلیون 7 کس یک بود دستدی میرسه. 1 میلیون دستدی انشاءالله خدا خواهد کل میکنه. در 1 میلیون دستدی الحمدلله 7 کس از گردنش انشاءالله خدا خواهد چی قربانی ساکن میشود. همون گوشه بخور خدا کرد انشاءالله.
خداوند. اگر خداوند دستتون باشه بای نباشی میانه حالم باشی خداوند همون خونش ریختنش اعتبار از خلاف همون بکشین خداوند انشاءالله خودت بخونش به آیه به آیه بخونش جای خطاش نیست انشاءالله خداوند. وقال لعائشة يا عائشة قدمی اضحیتکی و اشهد بها. حضرت پیامبر عایشه مادر نگفتن که ای عایشه گفتن در وقت قربانی کردن خودت شاهد باش نزد همون قربانی انشاءالله خلافت حاضر باش. اگر شما از نام عائله بکنن همه عائله جمع شن انشاءالله خلافت همه طهارت کنن انشاءالله خلافت. اگر خودت بتونی با دست کشته نفس مال قربانی اگر خودت از دست بیاید انشاءالله کشتنش افضل نتانی یک انشاءالله قصاب میفهمه همون قصاب در وقت اجرا کردن همه باید که بالای همون مال حاضر باشد. پیامبر اسلام عایشه مادر من خداوند نصیحت کردن که در وقت قربانی کردنش بالای هم قربانی حاضر شد. عزیزان من ببینید فاذا لك في الاول قتلة تقتل من دمها على الارض ان یغفر لك الله تعالی ما سلف من ذنوبک. وقتی که گفت حاضر بشری همون خونی که گفت اولینه که میچکد گفت از همون ما الله سبحانه و تعالی گناههای گذشته دم انشاءالله خداوند مغفرت میکند. وقتی که شما بالای همه دان حاضر بشه بالای همون انشاءالله قربانی دم و مجرد چکیدن انشاءالله خونش الله سبحانه و تعالی گناههای گذشته شما را الله سبحانه و تعالی انشاءالله مغفرت میکند. چی جواب چی سوال دارد انشاءالله. فقال یا رسول الله انها خاصة ام للمؤمنین عامة. گفتن پیغمبر یا محمد یا شوهر عزیز من همین گفتن وصیت برای من خاصتنه یا برای تمام امتا خاصتنه. این نصیحت برای یک من کردی که وقتی که قربانی کنی در بالای قربانی حاضر شو یا که برای امت هم همه امتان دست. رسول الله صلی الله علیه و که بل لنا وللمؤمنین عامه بلکه برای من و تو و برای تمام مؤمنان انشاءالله که تا قیامت می آید همین نصیحت رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما شما شرط و ضرور است. عزیزان من که در وقت قربانی کردن انشاءالله همه حاضر شیم. وقتی که جان قربانی خدا خواهد مکشی که میزند که جانش میبراید همون کارچه را میپرتاید خسته 2 رکعت انشاءالله نماز نفل خوانیم و از خدا سبحانه و تعالی دعا کنیم که پروردگارا همین قربانی ما را چکار کن به درگاهت قبول کن. نیکی برای خدا باشد. اگر برای خدا نباشد قربانی قبول نیست. اگر نماز برای خدا نخوانی خدا قبولش نمیکند. برای رکلام باشد برای آدم خوب شده گاه بخونیش گاه نخونیش باید قبول نیست. باید انشاءالله هر یک کار عمل مؤمن برای الله سبحانه و دیگش باشد. بعد اجر میگیریم بعد انشاءالله خدا خواهد میکنه لله خالص لله تعالی میگه من نماز نیت شدی خالص لله تعالی الله اکبر میگه خالص برای خودت نه برای مخلوق نه برای دیگر رکلام نه برای پکازوخه نه بلکه برای چی الله میگه دیگه نیت چی درش نکن. اما قربانی میکنی الله دو نشید که بنده دو نیستش هیچ فایدهش نیست چون که اجر و مکافات الله سبحانه و تعالی برای ما شما میده. قال وعن ابن منبه انه قال ان داود علیه السلام قال الهی ما ثواب من وقع من امت محمد صلی الله علیه و سلم. حضرت داود علیه السلام دعا کردند به الله سبحانه سوی الله سبحانه و تعالی انشاءالله خدا خواهد دستکای تلفنش نه برداشتن گوشه کاشه می دست مؤمن تلفنه ولی بعضی احمقا برمده دعا کردن نمیشافته همین تلفنی ما و شما سخنی ما مرس نگلن سنته برداشتنی دست در دعا سنته نه برداری دست خدا خواهد انشاءالله
حتی برابر سینت برداشتن سنته، برابر سینت. حضرت داود علیه السلام تلفونش برداشت به خدا گفت پروردگارا چی ثواب میتی برای امتای محمد علیه السلام وقتی که قربانی کنم؟ گفت چی ثواب میتی؟ گفت دعا کردن گفتن چی ثواب میتی؟ حضرت الله سبحانه گفت ثواب ان اوتی بكل شعرة علی جسده 10 حسنات. خدا گفت من برای امتای محمد هر یک تاری مویی که در بدن همون گوسفند است 10 نیکی میتیم. خدا سبحانه و تعالی حضرت داود علیه السلام چی کرد؟ یعنی قربانی فضل و درجاتش چی بودنش بیان کرد عزیزی من. هر یک تاری مویی که در بدنش دارد گفت 10 حسنات براش میکنم. گفت دین و امحو عنه 10 سیئات و محو میکنم. خدا گفت من از همون امتیم که قربانی میکنه 10 بدیاش یعنی پس میکنم، خاموش میکنم و 10 درجهش گفت بلند میکنم انشاءالله. خدا خواهد انشاءالله چه در این دنیا چه در آخرت انشاءالله. خدا خواهد اینه 10 نیکیاش. و له بكل شعرة قصر فی الجنه. برای هر یک تاری مویی که گفت در بدنش دارد من در جنت قصرش بنا میکنم. من ثوابی قربانی کردم برای شما. من قربانی انشاءالله خدا خواهد تا چه درجه انشاءالله چه دارد؟ الحمدلله مکافات ها دارد. الله سبحانه و تعالی خدا خواهد حتی روز قیامت هم عایشه صدیقه مادر ما گفتن روز قیامت نزد ترازو همون گوسفندی که قربانی میکنی با کل خدا خواهد پشمش و با کل خدا خواهد اجزاش جسدش کدی آورده خدا خواهد در دمگه پهله ترازو میمونی. کسی که اگر قربانی برای الله سبحانه و تعالی کنی روز قیامت انسان از قبر میخست است عزیزان من. از قبر خستن بعد همین قربانی میکنی همین مال انشاءالله خدا خواهد حاضر میشد نزد قبر شما. خدای تعالی میگفته است بندم در دنیا پیاده نمیگشت. پیاده نگشتنش خدا خواهد انشاءالله شرشمی خلقی یعنی در دنیا گفتن صلب پدرش برای بندم چی بود؟ مرکب بود. در ستمره پدر گشتیم چقدر. و رحم مادر بچه‌دان مادر گفت برای بنده های ما چی بود؟ گفت خدا سبحانه و تعالی مرکب بود. 9 ماه بیچاره مادر برداشته میگرده. بعضی ها 4 کیلو و 5 کیلو هستی خدا خواهد. بیچاره چقدر مادر زحمت میکشه. امروز نایصاف خاطر هوای کنه با حرمتش میکنی. اقلا خاطر هوای کنی انشاءالله خدا خواهد 9 ساعت بیچاره شبا خواب نرفت تا سحر خدا خواهد نالش کرده بود. تا سحر کمخونی ها کمخوابی ها عذاب ها را خدا خواهد به خاطر نمیاری ناانصاف. امروز خدا خواهد پدرها را خواهد کسی انشاءالله خور میشه ولی خدا خواهد کور میشه. کسی پدر مادرش خور میکنه همین دنیا را خدا خواهد انشاءالله بلا میزنه. انتظار شو خدا خواهد انشاءالله. وقتی که گفتن از مادر که گفت به دنیا آمد الله سبحانه و تعالی کنار بغل مادر گفت مرکبی بندم بود. ببینید ما وقتی خدا خواهد به دنیا میایم بیچاره مادر 2 سال در بغلش آغوش گرمش نه انشاءالله خدا خواهد مشبت کم میکند تربیه میکند عزیزی من. 2 سال 2.5 سال این مصطلح مذهب امام اعظم شیعتی است. 2.5 سال انشاءالله شیر دو جوی شیر خدا خواهد انشاءالله الله سبحانه و تعالی در یعنی دهنک میتیه. بینن شیره بینن دادن شیره در سرطان الله سبحانه و تعالی همون شیره خدا خواهد انشاءالله خنک کرده میدادش. در زمستان باشه الله سبحانه و تعالی همون شیره گرم کرده میدادش. یکان سپیرل نیست. اسپیرال الله سبحانه و تعالی در ترکیبی همون انشاءالله خدا خواهد مادر ساختگی است. بی مهربانیش امروز حال تو کودکی غمی تر الله سبحانه و تعالی میکنه. وقتی که میگه رگردک شد میگه سری کتفی میگه پدرش مرکب بود. وقتی ما شما گاهان نمرا و در بغل اکام دیتا کوچه ها میبرایه سری ارکانش میکنم نوازش میکنم خدا میفته که همه چی بود مرکبش بود.
وقتی که میگه در دنیا آمد من خر و اسب و ماشین ها را مرکب بنده ها کرده دادم. یعنی امروز خدا خواهد خر واشسته، اسب واشسته، ماشین ها، خیل، سمالیات ها، همش این مرکب برای بنده ها بشینه. حتی میفته که خداوند بعد جانش برمدنم سری کتفی مردم ها چی بود؟ مرکبش بود. آخه اسب چوبی در بارد میکنن کتفی آدمان دوام نمیبرن. یاده بنده میفته الله آسمان آدم در دنیا پیاده نمیگشت. من نمیخوام که امروز هم در محشرگاه پیاده بیاید، همون قربانی که کرد همون مال بیاید. پیغمبر شما قربانی را با قوت چکنید، چون که روز قیامت گفتن الله سبحانه و تعالی هوا برای شما خدا کن ماشین کنه میتر، مرکب تو کنه میتر انشاءالله. برای قربانی مال خوبه انشاءالله، مال ساغلام باشد، مالی که انشاءالله خدا کن نقصان نداشته، گوشش نمیده باشد، شاخش نشکسته باشد، سیه که چشمش کور نباشد، چلاق نباشد، ارگی نشه بکن بعد میمدیش نکنید یکم چی باشد حیف نشافته یک قربانی کنی ارگی نشه بکن نترس که پدر روز قیامت الله سبحانه و تعالی مرکبت میکنه. اگه مردست باشه خدا خواهد بیاک چی کشه واکم قربانی میگوی قول نمیشه قربانی. یا الله سبحانه و تعالی بین مهربانی شکی قربانی های ای حضرت آدم تا ابراهیم گوشت خورده نمیشید. قربانی هم میکردن بالای سر میموندنش، علا میومد میسوختش. تمام. این بعدی با این گوشت خیلی ها سر شد. این مهربانی الله که با این گوشت با خودت با میخیرش مزده کرده. او وقت نمیخوردنش تا دور ابراهیم زمانش گوشت فقط میکردن در بالای سر میموندنش. خدا امر میکرد یک علا اومد میسوختش، از کسی که سوزد هوای قربانیش قبول بده. این خدا مهربان بین که امروز الحمدلله این ما را با گوشتاش اتصاش برای ما شما چکر داد خدا خواهد غذا کرد داد الحمدلله. خدا نبی عدد شکر با ما گوشت کاش میخوریم انشاءالله خدا خواهد. ببین اینم یک الله چیش مهربانیش، اینم یک الله خدا خواهد انشاءالله چی حکمتش است که میبره برای امتای محمد علیه السلام چیکار کرد انشاءالله این سال داد. پیامبر کسی که گفتن قربانی نکند میتواند قربانی کند، پول مالش هست، چیز و چارش هست. روز قیامت گفتن یهود و نصاراها که من حشرش میشه. کسی که قربانی خدا خواهد انشاءالله این کار کند، پول مال دارد، خانهش اینجاست، اگر قربانی نکنی روز قیامت با همراهی یهود و نصارا حشر میشه. پیامبر فرمود که کسی که قربانی اگر نکند با مسجد ما نزدیکی نکند، گفتن نکند با مسجد ما نزدیکی. باید انشاءالله خدا خواهد مسلمان انشاءالله یک سال یک بار سنجش الهی بگذارد. این سنجش الهی عبادت چی؟ مالی از خدا خواهد انشاءالله. عبادت مالی خدا خواهد انشاءالله چیکار کردن؟ سنجش از الله سبحانه و تعالی گذشتن از خدا خواهد انشاءالله. عزیزانی من حرکت کنیم انشاءالله خدا خواهد. همه وقت امروز خدا خواهد زمانهای تینجی امروز بیعده شکری خدا که همه امروز خدا خواهد انشاءالله تینجه، همه آسایش خدا نعمتش بسیار باروند، همه ناز و نعمت بین خدا خواهد انشاءالله. اکنون دوری چی خدا خواهد سنجش الهی بجا آوردن است که نه انشاءالله خدا خواهد. یک از تا 7 کس گوسفند گاو شترش خدا خواهد انشاءالله، یک از تا 7 کس خدا خواهد اجرا کرد. گوسفند بز باشد یک کس انشاءالله خدا خواهد میشه بزن یک سالاش خدا خواهد انشاءالله چیکار کنین میشود. وی کلاناش خدا خواهد تا 7 کس خدا خواهد. 2 کس هم که نمیشود، 3 کس هم که نمیشود، 7 کس آخر 7 زیاد نمیشود قربانی بند. 8 کس ممکن نیست. لیکن با همه 7 کس یک تن اگر خدا خواهد کافر باشه هم نمیشود. یا نبرد 7 کس نمازخانش آمد، به نماز هم باشه نمیشود. به نماز برای گوش میکنن، به نماز او سیاه و چی نمیکنم فقط برای گوش خیلی میکنه خلاص. نیت گوش ده میگه بدم بازارم بخرم گوش خرم. اگر یگان تر نیت گوش باشه 7 کس قربانیت قبول نیست. نیت ارجینال که خدا خواهد شد فقط برای رضای خدا. کتاب مختصر باب اوزشن میگه و کسی که میگه مرید اللحم فقط برای خواهش گوش باشد قربانی هر حرف قبول نیست. برای خلاقت پیش از کردن هر حرف
مسئولیت خوب کرگیر ارگی نکرد. نیت خالص باشد برای الله. خدا خواهد انی بده قربانیش نبند. انا خدا خواهد بعد خدا خواهد چیکار میکنه؟ خدا خواهد انشاءالله خوردن میگیری. انا بعد خیر کردن میگیری خدا خواهد انشاءالله. نیکی تاوای نیت طوری باشد. تاوای انشاءالله خدا خواهد انشاءالله. نماز خوانه خط جوره که خدا خواهد انشاءالله. ولی به نماز خوانه حال به چیه فقط برای گوش میکنن. چون که به نماز هیچ چیز قبول نیست. اما کتابای فتوا عربی به نماز هیچ نه دعاش قبوله، نه خیرش قبوله، نه احسانش قبوله. خدا قبولش نمیکنه. چون که خدا اولا چیه؟ نماز خدا خواهد انشاءالله برای شما فرض کرد که اول نماز بخون، بعد کارهای خوب پیش کشید. بعد خیلی کارهای خوب برای دنیا کنم، دنیا نمیتیاد، نه که پگه در آخرت نیست عزیزان من. پگه آرا نشه. پیش الله نبرد آخرت اجر نیست. روز قیامت خدا خواهد سوره کهف آخر آیاتاش الله سبحانه و تعالی بیان میکند. بنده میرفت از پیش الله. خدا میگه که ای بندم به مقصدت نرسیدی. من در دنیا همه ناز و نعمت دادمت، مرتبه ها را دادمت، کرسلا دادمت، در تلویزیون بولمد تعریفت کردم، در گازیت ها صورت ها بولمد، جرب فلا را دادمت، کرسی های ملایمک نشیشتی، فرمانی مخلوقا را کری. اگر امروز فرمانی من میکری امروز جنت بود. الاکت نه جنت نیست. تو گفتی شیطان ند اومده فریاد نکن. کاری خوبم که کاری آخرتم کرد. هر چه یک جای بر من نگوش ما کار نکنه، کار بکنه. بیکاره چه دشمن خدای. لیکن نیرنگ نکن، حرام نکن، دزدی نکن، کاری وای نکن خدا خواهد. نماز خوان انشاءالله خدا خواهد، طوری معامله کن، طوری رفتار کن، طوری گفتار کن خدا خواهد انشاءالله. بعد اجر میگیری، بعد انشاءالله خدا خواهد مکافات میگیری. بنابراین انشاءالله خدا خواهد اولا که نماز میرسد، نماز انشاءالله خدا خواهد برپا کنیم. وقتم شده است عزیزانی من. انشاءالله خدا فرصت یک جمعه دیگر کدام مال ها میشود، کدام مال ها نمیشود، کدام طرز کشتن در کار، چیکار کردن در کار. انشاءالله خدا خواهد فرصت کرد. الله سبحانه و تعالی نموریم. اگر زنده باشیم خدا خواهد انشاءالله با شما عزیزان انشاءالله خدا خواهد هم صحبت میشیم. ما بعد عمر به آخر رسیده باشد انشاءالله چقدر یکی در دیوار بود این امانت ها ما خدا خواهد رسونده سادیم برای شما. لیکن شما خدا خواهد اجرا کننده است عزیزان من. این سرا خدا خواهد اجرا کنه، این سرا خدا خواهد با آخر رسونه. خدا خواهد طاعت عبادت الحمدلله من ده هم یاد روز خدا خواهد ده هم فضیلت نه. ان شاء الله خدا خواهد صحبت میکنیم بتونین در این ده خدا خواهد ان شاء الله روزه گیریم. چند روزه گیریم هم قدر ان شاء الله اجر دارد، هم قدر خدا خواهد مکافات. چونکی ده خدا خواهد چی است؟ حج است. الحمدلله حاجی ها خدا خواهد حج میکنن. یا ترویه است، عرفه دارد، روزی عید دارد. انشاءالله خدا خواهد با بدیوی 3 روز خدا خواهد یعنی با طاعت عبادت ها دارد. الحمدلله چند قدر مکافات ها در پیش است. این مکافات را خدا خواهد انشاءالله از دست نتیم. همه ما حرکت کنه خدا خواهد انشاءالله این ساعت که کنیم با آخر رسوندن انشاءالله خدا خواهد این روزها را همه خدا خواهد غنیمت بدونیم. غنیمت دونسته حرکت کنه انشاءالله خدا خواهد که کنیم این مسئلان انشاءالله خدا خواهد هوشیار شویم.